اصلا جشن واژه تاجیکی است و در اوستایی یسنا و در پهلوی جشن بوده به معنای نیایش، یعنی یک عمل عبادتی است. همچنین اصطلاح و یا که کلمه جشن مرادف کلمه های قدیمی تاجیکی سور بوده. امروزها در بین مردم کلمه و عباره های خوب جشن و سور، توی و سور و شادی و سروا میخورد که همچون شادمانی، سرور، عید، بزم و یا که ضیافت و مهمانداری شرح یافته است. به این وسیله واژه جشن از زمانهای باستان در کنار جشنهای نوروز و تیرگان و مهرگان و سده خوب و صدها دیگر جشنهای دیگر می آید. با فکر فرهنگشناس روز بختین برای اینکه یک حادثه به جشن تبدیل یابد چیزی از بیرون به آن ما باید همراه کنیم و آن چیز می تواند جنبه معنوی و ایدئولوژی آن باشد. اصلا ترتیب تجلیل جشنها در زمانهای گذشته بدین رقم بود که چنانه که معلوم ماست هر یک سال از 12 ماه عبارت بود و هر یک روز ماه نام داشت و زمانی که روز ماه به نام ماه یک جا می آمدند آن روز را جشن می گرفتند و از جمله اگر مهر روز در مهر ماه بیاید جشن مهرگان است، اگر تیر روز در تیر ماه بیاید جشن تیرگان است و به همین مانند، یعنی به تعبیر دیگر جشنهای 12 گانه می گفتند که در همین 12 ماه 12 جشن بود که در هر یک ماه یک باری یک همین حالت جشن گرفته می شد. چنانه که گفتیم تیرگان و مهرگان و سده هم در فرهنگ ما یکی از جشنهای مهم به شمار می رود و اساسی همه این جشنها این شادی و خرسندی کردن است. واژه نوروز در پهلوی به صورت نوک روچ و یا که نک روچ آمده است و از دو جز ترکیب یافته است که خب بخش اول آن نوک و یا که نوک یعنی به معنی بخش اول آن نوک و یا که نک به معنی تازه، نو، جدید می آید و بخش دوم آن روچ به معنی روز یعنی روز تازه، نو و یا که جدید. و اگر به عبارت دیگر بگیریم شکل امروزه کلمه یعنی نوروز واژه مرکب تاجیکی بوده از کلمه های نو یعنی صفت و روز اسم ترکیب یافته مفهوم روز نو را افاده میکنه. خب خودی واژه نوروز بیانگر آن است که جشن محض خاصی مردم فارسی زبانان بوده در سرزمین ماوراءالنهر و خراسان بزرگ پیدا شده است و با توجه به آن که اصولا و معنوا نوروز به معنی روز نو است، خب ما را لازم است و به ما شهادت می دهد که باید که ما نوگرا و یا که مدرن باشیم، یعنی به آن معنی که از نوروز تا به نوروز دیگر با عباره دیگر بگویم از نوروز گذشته تا به نوروز امساله یک سال گذشت و ما یک سال بزرگتر شدیم و آیا ما در این دوام یک سال از جهت روانی، فکر و اندیشه، مهر و محبت و توجه به عدالت و انسان دوستی ما بزرگ شده ایم و یا که تغییر یافته ایم و یا نه؟ از این خاطر همچنان که طبیعت در نوروز نو و زیبا می شود، انسان ها هم باید از نگاهی شعور، تفکر، از نگاهی عدالت و مهر و محبت و عشق و انسانگرایی باید نو بشوند و
جنبه های منفی رو از خود دور کرده جنبه های مثبت رو به خود بگیرند. شاعر میگوید که آید بهار و پیرهنی بیشه نو شود، نوتر برآورد گل اگر ریشه نو شود، زیباست روی کاکلی سبزت کلاه نو، زیباتر آن که در سرت اندیشه نو شود. و همواره باید بگویم که مرادف های این جشن نوروز یعنی با عنوان های عید سر سال، جشن فروردین و همزمان نوروز جلالی، نوروز سلطانی و دیگر نام ها نیز معلوم و مشهور بوده است. فردوسی بزرگوار فرموده است که نیاگان ما هر که بودند پیش، نگه داشتند هم آیین و کش. مسلم است که هر یک خلق و ملت و قوم به خود خاص رسم و رسوم، عادت و عنعنه و مراسم های خاص دارد و همچنان که می‌دانیم یکی و یا که چندی از آنها میتوانند که از دیگرها یعنی از دیگر جشنها والاتر و زیباتر باشند و در بین قوم آریایی هم نوروز همچون یک جشن موسمی و یا که تقویمی در برابر جشنهای مهرگان و صده و تیرگان و دیگر جشنهای دینی و مانند رمضان و عید فطر و قربان یکی از جشنهای مقدسترین و زیباترین به حساب می رود. نوروز این روزی نخستین سال نو و روزی آخرین سال گذشته بوده. به تعبیر دیگر روزی نوی، هفته نوی، ماه نوی، سال نوی خورشیدی است. یعنی آن روزی اعتدال بهاری است، روزی برابر شوی شب و روز و از نو تولد شدن تمام موجودات بوده، همیشه در نوبت اول یاد می شود. نوروز مثل کوپروک و یا به تعبیر دیگر مثل پول است که گذشته را به امروزه و امروزه را به آینده می پیوندد. اگر به عباره پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بگوییم، نوروز را می توان پیوندگر نسل‌ها و اصل‌ها و خلق‌های فرهنگ‌ها نامید. خب نوروز والاترین و بزرگترین شناسنامه است که در آن صدای قلب هر یک تاجیکستانی انعکاس یافته. تاریخ آن تاریخ آیین، خلق، رفتار، رسوم، عنعنه و در مجموع تاریخ مردم تاجیک بوده. مثل آینه است که ما در آن خود را می‌بینیم و خود را می‌شناسیم. خلاصه موقع جشن نوروز در بین جشن‌های دیگر بسیار هم بارز است و او از جمله کهن‌ترین و عزیزترین سنت ملی در بین جشن‌های دیگر به شمار. نوروز تقریباً 6000 سال پیش با انکشاف دهقانی پیدا شده، من بعد تکمیل و رواج یافته است. تاریخ تشکل نوروز با اساطیر فلکی آید به طبیعت میرنده زمستان و طبیعت زنده شونده بهار وابسته است و شاعر هم میگوید که زمستان را بود فرجام نوروز، که باشد تیره شب را عاقبت روز. خب نوروز همچون پیشانی سال نو و یا که زادروز آفتاب اندر آغاز و اولها همچون یک جشن طبیعت و کیهان بود و من بعد به خود پیراهن فلسفی گل رنگ و بر کرد و همچون یک جشن طبیعی و فرهنگی امروزها تجسم خود را به بار می آورد. خب نوروز ذاتاً طبیعی ترین و فرهنگی ترین جشن جهانی است که سرشویش یعنی مبدأش طبیعت است و معادش یعنی آخرش تمدن. خب جشن نوروز اساساً در عهد هخامنشیان به حکم عنعنه در آمد و به جشن رسمی آریایی تبدیل یافت. در قسمت زیادی منبع و سرچشمه و اسطوره ها و کتاب های درسی و ادبی اساسگذاری جشن مذکور
جمشید پیشدادی را یعنی قهرمانی داستان‌های ایرانی را می‌دانند و در بعض موردها اشاره می‌شود که این چنین نوروز از زمانی کیومرث کوهشاه که اولین شاه در بین آدمان بود نیز پیدا شده است. خب این اندیشه را فردوسی بزرگوار در شاهنامه چنین گفته است: جهان انجمن شد برای تخت اوی، شگفتی فرو مانده از بخت اوی. به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن. سری سال نو هرمز فرودین، برآسوده از رنج تن دل ز کین. به نوروز نو شاه گیتی فروز، بر آن تخت بنشست فیروز روز. بزرگان به شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. چنین جشن فروخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. و اگر باز به سرچشمه های دیگر از قبیل نوروزنامه عمر خیام توجه کنیم، خوب در آنجا چنین اشاره می شود که باید دانست که آفتاب را دو دور است. یعنی یک دور آن است که اون هر 365 روز به اولین دقیقه حمل باز آید، یعنی به آن لحظه و حالت روز و دقیقه که رفته بود. و چون جمشید آن روز را دریافت، نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد و دیگران بر او اقتدا کردند. باید تذکر داد که آفتاب در خط حرکت خود از روی 12 برج میگذرد و این حرکت 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 24 ثانیه رو در بر میگیرد و به همان روز و همان وقت که به برج حمل وارد می شود که این به روز اول ماه حمل برابر است و همین روز را نوروز گفتند. از جمله شاعر میگوید که ابتدای حمل ز نوروز است، یا دورش 31 روز است.